حالتون چطوره؟ من قهوه باشگاه آماده کردم که بعدش آماده شم برم باشگاه، ولی خیلی ذره سختمه. یه ذره که نه، خیلی سختمه. کلا نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه. وقتی آدم یه ذره اضافه وزن داره، اعتماد به نفس اینو نداره برای باشگاه. مثلا باشگاه رفتن براش خیلی سخت تره، در صورتی که خب اصلا باشگاه برای آدمایی مثل منه که اضافه وزنشون رو برطرف کنن، بدن سالم تری داشته باشن. ولی نمیدونم چرا اصلا انگار یه چیزی جلو آدمو میگیره. همش این شکلی که بذار بهترشم بعد برم باشگاه، یه ذره رژیم بگیرم لاغرشم بعد برم باشگاه و کلی بهونه دیگه. اصلا میگی ولش کن، بذار داخل خونه شروع کنم، که حتی اونم هیچ وقت جواب نمیده. چون خودم بارها همین شکلی باشگاه رو پیچوندم و یه جای دیگه با تمام وجود سعی کردم که تمومش کنم و هر بارم که میرم باشگاه خیلی سخت داره. قبل اینکه برم باشگاه ناهارمو آماده میکنم، یعنی میذارم روی گاز. وقتی برگردم دیگه غذام آماده شده. سینه مرغ با یه لیوان آب و یه قاشق آب لیمو، ادویه ها دل بخواهی من، نمک و فلفل و زردچوبه و ادویه کاری بهش میزنم و یه مقدارم سبزیجات قاطیش میکنم، سیب زمینی و فلفل دلمه و پیاز و هر مدل سبزیجاتی که خودتون دوست دارید. اینا رو که بذاری تو حدوداً 2 ساعت و نیم آماده میشه و خیلی طعم خوبی داره. وقتی که آبش خشک میشه خیلی ظاهرش بهتر میشه. هر دختر ایرانی یه تیشرت مخصوص رنگ کردن موهاش داره. الانم من میخوام موهامو رنگ کنم و همونطور که میدونید من آرایشگرم و میخوام به شما هم یاد بدم که چجوری خودتون داخل خونه موهاتون رو رنگساز کنید. این که استفاده میکنم قرمز آتشینه. برای رنگای فانتزی مثل آبی، بنفش، قرمز و اینا رنگ موی مارال که یه رنگ موی ایرانیه و خیلی هم قیمت مناسبی داره، خیلی خوبه. یعنی حتما تستش کنید، مطمئنم که مشتری میشه. به مقدار خیلی کم میریزم رنگ مو. حجمش زیاد نیست چون فقط میخوام رنگساز بذارم. برای رنگسازم از اکسیدان 6% و یا 3% استفاده میکنیم که ضعیف‌تر باشه. اندازه رنگمون چه بساطه یه ذره هم کمتر میریزیم و خیلی خوب همش میزنیم. این از رنگ موی ما. الان این رنگ مو برای ما کافیه، اما با این حجم نمیتونیم کار کنیم. برای اینکه حجمش رو زیاد کنیم داخلش یک مقدار آب میریزیم و یا مثلا در حد یه قاشق غذاخوری از ماسک موتون قاطی این رنگ مو کنیم. من میخوام آب قاطی کنم. من مقدارش کمه. خیلی نگران تغییر رنگ زمینتون نباشید، چون وقتی ما اکسیدان رو رقیق میکنیم کمتر باعث تغییر رنگ موتون میشه. ساعت میگیریم، حدودا 10 دقیقه بر روی مو بمونه. بستگی داره، اگه موهای سالم تری دارید مثلا دکولاره خیلی پایش بالاتر نیست، 1 رو 20 دقیقه هم میتونه روی موهاتون بمونه. یه نکته در مورد شستنش اینه که حتما با آب سرد بشورید و اولین بار بدون شامپو این کار رو انجام بدید. بعد تا 3 روز، حالا الی 2 روز موهاتون رو نشورید. اینجوری یک رنگساز خیلی با دوام و خوش رنگی خواهید داشت. اینم از نتیجه موهای من. امیدوارم که شما هم مثل من خیلی دوستش داشته باشید. اگه از این ویدیو حمایت کنید بهتون قول میدم که یه عالمه رنگ موی خفن دیگه هم بهتون یاد بدم. راستی اگه بیس موهای شما زردتر باشه و یا پایه دکولارتون بالاتر باشه، این رنگ مو روی موهای شما خیلی قرمزتر دیده میشه. یعنی این رنگ روی پایه موهای من این شکلی میشه. ماچ به کله تک تکتون. خدافظ.